الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا ادبیاتی که امروز مردم تاجیک استفاده میبرند از عقاید رافضگی و رافضه ها چیزی را با خود دارد؟ و آیا این ادبیات هایی که امروز برنامه ریزی شده است درست است؟ و اون کسانی که ادبیات ها را سخت و با یک تعمق استفاده میبرند عاقبتشان چیست؟ در حقیقت موضوع مهم است، زیرا ادبیات هر یک ملت این خودی همان ملت است. پس وقتی که یک ملت را خواهید که بفهمید، تاریخش و ادبیات اون را باید بشناسید و ملت به شما معلوم میگردد. بارک الله فیکم. پس تاریخ تاجیک، ملت تاجیک، مسلمان ها را در نظر داریم. البته ملت مسلمان های تاجیک بعد از این که هدایت نور و هدایت و خوشبختی نصیبشان شد، به نهایت فرهنگشان، ادبیاتشان و تمامی عملهایشان به درجه بالا رفت و حتی روزی شد که بخارا مرکز علم و فرهنگ و ادبیات شد. و اما این همه سربلندی، خوشبختی، پیشرفت بعد از اسلام بود. پیش از اسلام ملت تاجیک همه اش در خواری و زاری، در عمق جهالت و در پایان ترین استفاده عقل و در ظلماتی آتش پرستی وجود داشت. هر کسی که این را رد می کند البته دیوانه بیش نیست، زیرا که فارس که در جمله افغان و تاجیک هم از جمله فارس هستند، پیش از آمدن اسلام، پیش از آمدن نور و هدایت، همه در ذلت خواری و زاری و شرک و بدبختی و در غلامی زندگی میکردند که همه آتش پرست و حزم جهنم بودند. اما هدایت آمد. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب و روز کوشش کردند، حرکت کردند تا که این مردمی گمراه را، این مردمی که در تاریکی و در بدبختی باقی مانده است و آتش پرست شده است، به سوی الله دعوت بکنند و راه درست و راست و نور و هدایت و خوشبختی را به آنها بفهمانند و تعلیم بدهند. و در واقع این چنین هم شد. این تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان بود که باید هدایت و نور و قرآن و سنت به تمام عالم برسد. و الحمدلله که صحابگانی که الله رب العزت و الجلال از اونها راضی گشته است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، گفته است اسلام را و این هدایت را از یک طرف بروم تا اروپا، از طرف دیگر ایران و افغانستان و تاجیک ما به قله اعلاترین و دورترین رسانیدند. و در حقیقت مردم فارس، آن مردمی که اسلام را به انشراح صدر قبول کردند، نه غرضانه، زیرا وقتی که فتح فارس به وقوع پیوست، بعضی از انسانها به نفاق اسلام را قبول کردند به غرض، و بعضیشان در حقیقت اسلام را فهمیدند و قبول کردند و انشراح صدر کردند
و در حقیقت برای پیشرفت اسلام خدمت‌های بزرگی کردند. ملت فارس و تاجیک، اگر تاجیک و افغان را به درون فارس داریم، به عموم به نهایت خدمت برای پیشرفت قرآن و سنت و فرهنگ اسلام کردند. وقتی که نظر میکنیم به عبدالله ابن عمر، نظر میکنیم البته به عبدالله ابن مبارک، نظر میکنیم جریر طبری، نظر میکنیم به بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی، ابن ماجه، که همه اشان ترمیزی از ملت فارس بودند. گرچنده که مسلم از ملت عرب بودند، اما امام مسلم رحمه الله در فارس تولد شده بودند، اما اصلشان به عرب میگشت. و این چونین خدمت به تفسیر، خدمت به سنت، خدمت به دعوت، که امروز وقتی که کتاب بخاری میگوید مسلم، ابو داود، نسائی، ترمیزی، سبحان الله، همه از سرزمین فارس بودند، از بخارا و سمرقند ما بودند. پس اسلام روش کرد، فرهنگ ترقی کرد. فرهنگ ادبیات تاجیک، یعنی ادبیات تاجیک، فرهنگ تاجیک به سبب نور قرآن، به سبب سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک فرهنگ بزرگ تبدیل یافت. یعنی هر ملتی که اسلام را گرفت و اسلام را فرهنگ خود کرد و ادبیات خود را، ملت زبان خود را به موافق قرآن و سنت پیش برد، داند که این ملت بزرگ خواهد شد، عزیز خواهد شد. پس فارس عزیز گشت، به خصوص تاجیک ها عزیز بودند، برای اون که فرهنگشان فرهنگ اسلامی بود، ادبیاتشان ادبیات اسلامی بود. و بعد از این که سالها گذشت، عقیده های باطل آهسته آهسته به این مناطق پهن شد. از عقیده فلسفه، کلام، منطق، عقلانی ها که امروز هم عقیده خود را دارند، ماتریدی ها و صوفی های مرجئه هایی که مردم را به تأخیر گذاشتند، آمدند و قرآن و سنت را از مردم دور کردند و به جای این تعلیمات مدارس را تغییر دادند و به جای این شعر گفتن و مشغول شدند برای کلمه بازی و جمله سازی و این چنین چیزها. و بعد از این چندین شاعرهای به وجود آمد. البته شاعرانی هستند که خوب بودند، گرچنده که عالم دین نبودند، اما شعرهایشان ضد دین نبود و خودشان هم از اهل سنت و جماعت بودند، یا که صوفی خفیف داشتند، به مانند ابو عبدالله رودکی که 860 میلادی والله اعلم 2 هجری، و بعد از 1000 سالش عبدالرحمن جامی که یا که سعدی شیرازی. اینها مردانی که به شعر نویسی و ادبیات مشغول بودند، ادبیات تاجیک، فارس، اما عقیده اشان رافضه نبود. اینها اصل اهل سنت، اما در فروعات و در بعض مسائل اصل هم صوفی بودند، اما صوفی غلات قبوری مشرک نبودند. البته صحابگان را احترام میکردند، حضرت عایشه رضی الله عنها را مادرمان میگفتند و این چنین خرافات و بدعت و شرک در نسبت امامان نداشتند. چگونه که البته عبدالرحمن جامی هم کمی نزدیکتر به صوفی رافضگی بود، اما نه عقیده رافضگی را کاملا قبول نداشت. تنها در مسئله امامت کمی مهدی را تولد شدنش را گویا که حسن عسکری فرزند داشتنش را اقرار کرده است. دیگر چیزی باطل در طعن صحابه، در طعن قرآن و سنت در این مسئله صحبت نکرده است. اما در این میان کلامی ها اهل بدعت و خرافات شاگردان خود را برآوردند، به مانند عمر خیام، به مانند فردوسی، به مانند ابو علی ابن سینا و غیر ذلك. بسیار از شاعرانی که
به ادبیات نوشتند، به معروف بودند به نثر و نظم، هم در مسئله نثر و هم در مسئله نظم معروف بودند و حتی اونها را همچون علمای دین جلوه دادند. اونها هم شاعر، هم یک طبیبی، یا که هم گویا که علمای دین بودند و اونها گویا که معروف شدند، پیروان باطلشون معروف شدند و این هم آهسته آهسته در بین جامعه عقیده باطل اینها هم وجود داشت، اما سخت پهن نشده بود، اما پیروی خود را داشت. پس حق و باطل با همدیگر جنگ میکرد. اولیاء شیطان همیشه کوشش میکردند که شیطانشان پیش رود، اما اولیاء الرحمن همیشه غالب بودند. اما با وجود این روز به روز لشکران شیطان زیاد شد و عقیده باطلی کلامی که از یک جهت صوفی، از یک جهت ماتریدی، از یک جهت کلامی و از یک جهت رافضگی که عادتا اصلش به باطنی و کلامی، فلسفه و منطق صوفی همه اینها تعلق دارد به وجود آمد و ادبیات صحیح درستی که در اصل ادبیات قرآن و سنت به زبان تاجیکی بود تبدیل به ادبیات شد که در درونش رد قرآن و سنت دیده می شد و این عقیده باطنی کلام رافضگی بود. پس ابو علی ابن سینا، عمر خیام، سعدی شیرازی، البته سعدی شیرازی رو ما بیان کردیم، سعدی شیرازی این کی بود؟ چخیلی که بیان کردیم کمی مویل به صوفی داشت، لیکن از اهل سنت و جماعتی خود را نسبت میداد و تعنی یگان سخنی رافضگی را والله اعلم نگفته است. اما فردوسی که شاهنامه را نوشته است، قصه هایی که در اونجا هست، ضحاک و منیژه و بیژن و اسفندیار و غیره، رستم داستان و اینم قرامیته بود. عمر خیام، فردوسی، سینا و چندین نفر اینها قرامیته های رافضی بودند و آهسته آهسته این پهن شد و بعد از این چندین بار در ایران دولت صفوی، دولت صفوی، دولت رافضگی به وجود آمد که دولت رافضگی عادتا ادبیات را میخواست که ادبیات فارسی را از ادبیات اسلامی جدا بکند. البته چندین بار جدا هم کردند و در سرشوی ادبیات فارس گویا که از اسلام جدا رأسش را به ابو علی ابن سینا و غیره، عمر خیام را بزرگ شماریدن و غیره و فردوسی کتابش را منهج کردن و روز به روز آمد روزی ما تا روزی که لشکران لعین کفار، لشکران کمونیست این منطقه ها را به خصوص تاجیکستان را به زیر تصرف خود در آوردند، بخارا، سمرقند و تمام این منطقه ها را، و اونها دیدند که کدام برنامه بهترین برنامه است که با همون برنامه کودک را از صنف اول تعلیم بدهند تا در دانشگاه تعلیم بدهند و یک انسان ملحد تربیت بکنند. البته کمونیست ها این برنامه 11 ساله را هدیه به من شما نداده اند، این یک مکافات هدیه برای پیشرفت من شما نیست. این برنامه هایی که در صنف یکم تا 11 است خوب نظر بکنید، در درونش فقط کفریات، الحاد کردن و ملحد و کمونیست ساختن و خصوصا در دانشگاه لینیزم و کارمارکسیسم و غیر ذلک است و در آخر نتیجه یک انسانی مرتدی، بدینی، ملحدی، طبیعت پرستی، مشرک را به وجود آوردن بود. و اونها که البته دانستند که این تاجیک چخیل نباشد هم ملت مسلمان بود، ناممکن است که یک باره اینها را از ملت اسلام به ملت کفر برند. اینها نقشه کشیدن. نقشه اول تمام علمای اهل سنت و الجماعت باید نابود کرده شود. اونها را به قتل رساندند و قسمی از اونها را کلک کردند. کلک به همه شما معروف است. کلک کردند، به سرشان چوب ها را زدند، به سیبیر بردند، به یخبسته شمالی و در اونجا قتل کردند و باقی مانده را حبس کردند و در حبس قتل کردند و باقی مانده ای را که ضعیف الایمان، ضعیف عقیده بودند، کارگران خود این علما را مرتد کردند و کارگران خود کردند. گویا که بعضی از ملاهای بود که هم ملا هم که گبه هم طرفدار دولت کمونیستی بود. البته بودند علمایی که اونها الحمدلله در بین مردم زندگی میکردند،
حق را میگفتند، پنهان و آهسته آهسته کار خود را میکردند. ما همه علما را که زنده موندن ما تهمت نمیکنیم، اعوذ بالله من ذلک. علمای زیادی بودند زنده حق را گفتند و قسمی از اونها هجرت کردند و قسمی از اونها شرایط نداشتند و قسمی از اونها البته خیانت هم کردند. بمانند صدرالدین عینی، گویا که خود را ملا میگفت، مکتب کهنه را تنقید کرد، کتاب نوشت، مکتب تو کهنه و غیره. عموما کمونیست ها دیدند که ملت تاجیک را یک و یک باره انتقال به کفر کردن ناممکن. اینها ادبیات را فکر کردند و ساختند و قهرمان ها را در این ادبیات ساختند. قهرمان ادبیات های ما در مسئله عبدالله رودکی 2-3 صفحه نوشتند و معلومات زیاد هم ندارند و بعد از این ابو علی ابن سینا را به تمام اوج اعلا بردند و کتابهاش را به کریلی چاپ کردند و عمر خیام را کتابش را به کریلی و روسی و غیره چاپ کردند و کتاب شاهنامه این فردوسی را به زمان تقسیم به زبان کریلی نوشتند، فارسی کریلی روسی نوشتند و به مردم پهن کردند بی پول و در مکتب‌های میانه خواندن این چیزها را ضرور فرض عین کردند و در جمله رأس این مرتدان صدرالدین عینی مرتد را چیکار کردند؟ کتابش را همچون کتاب مکتبی که کسی نخواند گویا که اون توپای است، کسی که نخواند جاهل است گویا که مثل قرآن و سنت منهج گذاشتند و این مرتد را قهرمان ملت گذاشتند. زمانی که امارت بخارا را فروخت و ضد اسلام سخنها گفت و لشکری کمونیست شد و در آخر منهج مکتبی ما چی شد؟ منهج مکتبی ما منهج ملحدی شد. پس سوال اینجاست، به موضوع باز میگردیم، چگونه رافضه تأثیر کرده است؟ ما میگویم قرامطه، ابو علی ابن سینا، فردوسی که صاحب شاهنامه کتاب است و این چنین این عمر خیام و غیره و غیره چندین کسایی که قهرمان همچون قهرمان شناخته میشد و کتاب‌ها شب روز خوانده میشد، اینها انسان‌هایی بودند که مذهبشان مذهب قرامطه اسماعیلی رافضه بودند. اینها رافضه ها بودند و حتی علمای اسلام اینها را حکم به مرتد داده بودند، کافر گفته بودند. چه که شیخ الاسلام تیمیه در این مسئله کتاب نوشته و غیر این علمای دیگری فارسی نوشتند که اینها مرتد بودند. و حتی میدونید که چرا سلطان محمود غزنوی به عوض 30 سالینه جگرخون شده و نوشتن کتاب شاهنامه فردوسی، این فردوسی 4 درهم داد و گفت باید این را کشته شود، اما فردوسی گریخت و پنهان شد و البته قتل کردن نتوانستند. سلطان محمود غزنوی که شاه ایران بود در اون زمان همچون امیر بود، این اهل سنت و جماعت بود. وقتی که کتاب شاهنامه را دیدین، کتاب شاهنامه کتاب ملتگرایی رافضگی است، این را کتاب شرکی است، این را رد کرد و حکم فردوسی را قتل موند. اما اینها را آوردند به ما ملحدان رأس برنامه گذاشتند. شما سوال شاید بدید که چرا کمونیست ها کتاب های رافضه را به ما همچون برنامه درسی کردند؟ چرا که نزدیکترین مذهب برای کافران، نزدیکترین مذهب برای ملحد شدن و بیدین شدن و بی اله شدن، این مذهب باطنیه، مذهب رافضگی است. انمین شیعه های امروزه، از شیعه های اثنا عشری باشد، خواه اسماعیلی، قرامطه، باطنی غیره، اینها نزدیکترین دین به دینی ملحدی یا شرکی، اینا به یهود هم نزدیک، به نصارا، به مجوس و به بودیست و به کمونیستی به معبودی به خدایی، به ملحدان کمونیست بینا نزدیک است. اینها گفتند بیگذار، کمونیست ها گفت بیگذار مردم تاجیک قهرمان خودش را خواند، روس را نخواند، ادبیات خودش قهرمان خودش را خواند، لیکن انن من قهرمانایی که ما انتخاب میکنیم، این قهرمانایی که رافضه است، عاقبت امر ملحدی به خداست، اینها را خواند و در آخر در مدت 10-15 سال اینها ملحد میشد. و همین سبب شد که رافضه ها به بالای ملت تاجیک، البته به بالای ملت و ادبیات و فرهنگ تاجیک اثری خود را گذاشت و تا امروز یک آدم ملحد را میبینید که بیدین است، از جانب دیگر میبینید که طرفداری بعضی مسائل رافضگی است، دستگیری رافضه میکند. نه این که ایران رو دوست دارد، این رو هم بد میبیند، اما خود به خود عقیده رافضگی به وجود آمده است. و بعد از این بعضی از گویا به نام علما برآمدند، اونها علما نبودند، اونها علماء سو جهال بودند، بعضی از کتاب‌های رافضگی نوشتند، به مانند کتابی 4 کتاب. وقتی که میبینید اصول دین برادر 8 قسم است، اصول دین برادر 3 قسم است، اصول دین در نزد اهل سنت و جماعت 3 قسم است، اما این اومد و گفت اصول دین برادر 8 قسم است. بگویم با تو هر یک را چی اسم است؟ اول توحید باشد ای مسلمان، دوم عدل است بنابر امر، مقام سومین باشد امامت، مقام چهارم باشد نبوت.
امامت را از نبوت پیش گرفت، امامت را اصول دین گفت، خیلی که رافضه ها میگند و همین را روز به روز ما تعلیم گرفتیم، از یاد کردیم. میدونید که در طرف جنوب کسی که 4 کتاب را نداند این انسان نیست، کسی که 4 کتاب را نداند این هیچگاه حق ندارد که خود را عالم گوید. سبحان الله. البته درجه بالاترین عالم شدن هم در طرف جنوب و در طرف شمال هم، یعنی این دانستن 4 کتاب بود. 4 کتاب را دانستی تو علامه ای، تو فتوا ده، چیزی میخواهی بکن. پس اصول دین رو تا امروز مردم نمیدانستند و این چنین به مانند این تفسیر نوشته شد و تقسیم کرده شد و به کتاب‌های یعنی به حرف‌های کریلی نوشته شد، به مانند تفسیر حسینی، واعظ کاشفی و غیر ذلك. بعضی از دیگر نویسنده تفسیر حسینی است و بعضی از مجله‌های چشم هم در زمان والله اعلم شوروی که بعد از وی میبرآمد، مجله‌های چشمه میفتند که بعضی از مسائل دینی رو مینویست، در اونجا عقیده های رافضگی کم کم میومد و آخر الامر این سبب شد که ادبیات تاجیک آمیخته به مسائل رافضگی شود و در روزهای کمونیستی، در 70 سالی که در زیر کمونیست بودیم، در اینجا بسیار علامت های رافضگی رو پهن کرد. خودی کمونیست ها رافضگی رو پهن کرد تا که مردم رافضه شود، ملحد شود و از دین حقیقت اهل سنت بیرون شود. در کجای میروید یک علامت رافضگی وجود دارد. در مناطق ما پنجه حضرت علی وجود دارد، آشخانه حضرت فاطمه رضی الله عنها وجود دارد. در وقتی که در منطقه دیگر نظر میکنید 40 دختران همکارای یا چیزی دیگر حضرت فاطمه وجود دارد، قبر حضرت علی وجود دارد. در جنوب نظر میکنید قبر حضرت علی وجود دارد، اسب حضرت علی وجود دارد. قبر پرستی و اسب پرستی و آشتان و پنجه پرستی تا به درجه رسید که مردم دین را در شرک دیدند. عیناً دین رافضه باطنی شد. همه میگوید لا اله الا الله، من مسلمانم، اما دیگر نه نماز است و نه توحید است و هیچ چیزی نیست. یک بار فرزند تولد شد، به سرش یک وجب مو را گذار، بعد از 1 سال رفت در نزد قبر فاطمه و علی اولیای دیوانه بهاءالدین و غیره یک کشقر را ذبح کنی، مشرک شد، تو مسلمانی. بارک الله فیکم. اعوذ بالله من ذلک. البته مشرک است. پس امروز هم وقتی که نظر میکنیم مجوس ها یا که رافضه ها از ادبیات فارس و تاجیک استفاده میبرند، بخصوص از ابو علی ابن سینا، عمر خیرون و غیره. پس ما هیچ وقت دفاع نمیکنیم از این انسان ها، دفاع نمیکنیم. مقصد ما دفاع قرآن و سنت است، نه والله کسی دیگر. مقصد ما دفاع قرآن و سنت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، نه چیزی دیگر. و در همین راه تا آخر خواهیم رفت باذن الله سبحانه و تعالی. و از شما طلب میکنیم که دعا بکنید و کسی نباشد، کی نباشد، کسی عزیز است، شریف است، رئیس است و ملک است، شاعر است و کسی نباشد وقتی که مخالف منهج اهل سنت و جماعت و مخالف قرآن سنت صحبت کرد و ریده رو قبول کرد و مرتد شد، باید میگویم که ریده است و مرتد است و کافر است. پس همین سبب شد که امروز ادبیات ما آمیخته به ادبیات که است رافضه هاست. پس باید این ادبیات تغییر داده شود. باید ادبیات هر یک ملت مسلمان سرچشمه اش، مأخذش و مصدرش قرآن و سنت باشد و بهترین ادبیات این قرآن و سنت است. یعنی چی مقصد چیست؟ یک شاعری ما شاعری باشد که عقیده اهل سنت و جماعت داشته باشد. شاعری ما و معلم ما کسی باشد که مسلمان باشد. ما نمیگوییم که مردم ملا شوید، ما نمیگیم که مردم شیخ شوید، علامه و مفتی شوید، میگیم که مسلمان شوید، میگیم که الله را شناسید، مسلمان شوید، عقیده را شناسید. مسلمان شدن چیست؟ عقیده را دانستن، شرک را ترک کردن، طاغوت را شناختن و موحد شدن و عملهای را انجام دادن، علامت اسلام را انجام دادن. و بعد از این هر یک شعری که مینویسی موافق قرآن و سنت نویس و هر یک سخنی که میگویی موافق قرآن و سنت بگو و با همین ادبیات ملت درست خواهد شد. پس من به ادبیات پرستان و متعصبان ادبیات میگویم که احتیاط باشید، سخت به عمق ادبیات داخل نشوید که آخر الامر عقلانی میشوید، فلسفه و کلامی به شبهه وارد میشوید و در آخر گمراهی و در آخر ضلالت و در آخر عذاب الله است. پس باید طالب علمان، دعوتگران، علما در وقتی ادبیات رو همچون حجت آوردن، از ادبیات استفاده کردن احتیاط باشند
وقتی که از ادبیات استفاده میبرند و سخنهای علمای ادبیات رو ذکر میکنن باید احتیاط بشن که از کدام علما ذکر کرده شدند. بعضی میبینید بعضیش فخر ما ابو علی ابن سینا است، فخر اسلام است. میگن کدام فخر است؟ کدام فخر است در حالتی که ابو علی ابن سینا خودش اسلام رو رد کرده است و ریده شده است؟ یک کلمه دو کلمش رو آوردن شرط نیست، کتابش معروف است. کدام فخر است از این شاهنامه فردوسی که ملتگرایی است و تعصبگری است و یعنی ناچیز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگان است؟ کدام فخر است از عمر خیام قرامطه رافضی؟ یک اهل سنت وقتی که اینها رو فخر است میگوید به مانند چیست؟ به مانند این که امروز یگان مرد مسلمان دعوتگرد خمینی لعین مشرک مردن و فخر امت اسلام میگوید. ابو علی ابن سینا و عمر خیام هم مثل همین بود. البته مثل این بسیار چیز را انجام نداد، اما البته تأثیرات بزرگی گذاشت. فخر ما امام بخاری است. فخر ما و به نهایت خرسندی ما از علمای اهل سنت و الجماعت است، محدثین و مفسرین است. بارک الله فیکم. پس در امر معروف ابیات اینها را آوردن، از نام اینها صحبت کردن، اینها را حجت آوردن شرط نیست. دین الله به اینها پیش می رود. دین الله قرآن دارد، سنت دارد و برای مثال صحابه دارد، برای مثال تابعین دارد، قرن اول، دوم، سوم. دیگر مثال شرط نیست. و اگر مثال خوب آوردنی باشد از علمای اهل سنت مثال بیارید، از حیاتش، فعالیتش، ابیاتش. به فرهنگ عرب نظر بکنید، به فرهنگ عرب که پیش از اسلام بود و بعد از اسلام. بعد از اسلام فرهنگ عرب الحمدلله تغییر یافت و فرهنگ اسلامی شد و امروز یهود کوشش میکند که فرهنگ عرب را هم تغییر بدهد، اما ناممکن است. فرهنگ عرب به اسلام آمیخته شد، دیگر توان جدا شوی را هیچ کسی این را جدا کردن نمیتواند. بارک الله فیکم. این یک موضوع بود که در موضوعش صحبت کردیم و یک مسئله نازکی بود و با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده ان شاء الله صحبتمون در بعض مسائل شبهات رافضه یا که میگیم سوال‌های است که شاید ذکر نکرده باشیم، این مسئله ها رو مختصر در حالت سوال جواب به شما ذکر میگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.